درود به شما دوستای خوبم. مهدی سلیمی هستم. خیلی خوش اومدید به کانال زیگورات آرکیویست. در آموزش قبلی با پنجره ویوپورتس کانفیگوریشن و تمام طبایع اون آشنا شدید. در این آموزش هم می‌خوایم بریم به سراغ یک سری دیگه از ابزارهایی که تنظیمات ویوپورت رو بر عهده دارن و با اونها هم آشنا بشیم. البته این رو هم بهتون بگم، به جز ابزارهایی که داریم یاد می‌گیریم، ابزارهای دیگه‌ای هم هستن که تنظیم ویوپورت رو بر عهده دارن. ولی برای یادگیری اونها باید مباحث دیگه ای رو هم یاد بگیریم که در آینده برمیگردیم به این ابزارها و یکی یکی اونها رو آموزش میدم. اما بخش بعدی که مربوط به تنظیمات ویوپورت هستش در منو و منوی ویوزه که در آموزش‌های قبلی با اکثر اونها آشنا شدیم و در این آموزش میریم با بقیه اونها آشنا بشیم. دو قسمت آندو و ریدو رو قبلا باهاش آشنا شدیم. پنجره اکتیو ویوپورت ستینگ رو هم که 3 تا تب داشت قبلا باهاش آشنا شدیم. پنجره ویوپورت کانفیگوریشن رو هم که در آموزش‌های قبلی یاد گرفتیم. در زیر ویوپورت کانفیگوریشن ابزار رید را آل ویوز رو داریم که کلید میانبر یا هاتکی اون هم کلید بک‌کت روی کیبورد هست و با زدن این گزینه تمام ویوپورت های ما آپدیت میشه. در قسمت پایینتر شو شرد ویوز پنل رو داریم که با این گزینه میتونیم نمای اشتراکی رو در فضای ابری به اشتراک بگذاریم و دیگران میتونن بدون اینکه برنامه 3D Max یا اتودسک رو نصب کرده باشن به این ویوی ما دسترسی پیدا بکنن، برای ما کامنت بگذارن و ما میتونیم اونها رو ببینیم و جوابشون رو بدیم که فعلا با این قسمت کاری نداریم. ابزار بعدی ست اکتیو ویوپورت هستش که با اون آشنا شدیم و میتونستیم مشخص کنیم که کدوم یکی از ویوپورت های ما ویوپورت فعال باشه. قسمت سیو اکتیو ویو و همینطور ریستور اکتیو ویو رو در آموزش‌های قبلی باهاش آشنا شدیم. ابزارهای ویو کیوب و استرینگ ویلز رو هم باهاش آشنا شدیم. میرسیم به 2 تا ابزار پایینی که مربوط به قرار دادن دوربین در ویوپورت هستش که کلیدهای میانبر و هاتکی اون رو هم در این قسمت میتونید ببینید. اگر بخوایم بهتر با این 2 قسمت آشنا بشیم، در پنل کرییت، در کاتگوری کامراز و در قسمت استاندارد اگر توجه کنید چند نوع دوربین داریم. اولیش فیزیکال هستش و دومی تارگت و اون 2 قسمتی که در منوی ویوز دیدیم، اولی مربوط به ایجاد دوربین فیزیکال هستش و دومی مربوط به ایجاد دوربین تارگت و گزینه فیزیکال به ما کمک میکنه که در هر زاویه دیدی که قرار داریم با کلیدهای میانبر کنترل سی و آلت شیفت سی یک دوربین فیزیکال در همون زاویه دید ایجاد بکنیم. و ابزار پایینی که مربوط به ساخت دوربین تارگت هستش به ما کمک میکنه که با گرفتن کلیدهای آلت شیفت کنترل سی در همون زاویه دید یک دوربین تارگت ایجاد بکنیم. به عنوان مثال اگر بخوایم در همین زاویه دیدی که قرار داریم یک دوربین فیزیکال رو داشته باشیم، با فعال کردن این ابزار می‌بینید که یک دوربین در همین زاویه دیدی که قرار داشتیم برای ما ایجاد شد و همونطور که می‌بینید نوع دوربین هم فیزیکال کامراه. حالا اگر زاویه دیدمون رو به پرسپکتیو تغییر بدیم، یک کلیک سمت راست هم می‌کنیم که دوربین از انتخاب خارج بشه، زاویه دیدمون رو اوربیت می‌کنیم و این سری انتخاب می‌کنیم که یک دوربین تارگت رو در این زاویه برای ما بسازه. و می‌بینید که یک دوربین به نام تارگت کامرا برای ما ایجاد شد و نام ویوپورت ما هم به نام کامرا تغییر پیدا کرد. دوباره کلید پی رو می‌زنیم، به نمای پرسپکتیو برمیگردیم، زاویه دیدمون رو اوربیت می‌کنیم، با کلیک سمت راست دوربین تارگت رو از انتخاب خارج می‌کنیم و این بار کلید میانبر کنترل سی رو میزنیم. میبینید که یک دوربین فیزیکال در زاویه مورد نظر برای ما ایجاد کرد. چون همونطور که دیدیم کلید میانبر ساخت دوربین فیزیکال کنترل سی یا آلت شیفت سی هستش. دوباره کلید پی رو میزنیم تا به نمای پرسپکتیو بریم، کلیک سمت راست میکنیم تا دوربین از انتخاب خارج بشه، نمای دیدمون رو دوباره اوربیت میکنیم و یک زاویه جدید رو انتخاب میکنیم و این سری کلید میانبر آلت کنترل شیفت سی رو میزنیم و میبینید که یک دوربین تارگت برای ما در زاویه مورد نظر ایجاد کرد. خب پی رو میزنیم، به نمای پرسپکتیو میریم، این مقدارم زاویه دیدمون رو اوربیت میکنیم، کنترل ای رو میزنیم تا تمام دوربینا انتخاب بشن و دلیت رو میزنیم تا تمام دوربینا رو پاک بکنیم. کنترل آلت اچ رو هم میزنیم تا به نمای هوم برگردیم. در قسمت پایینتر ابزاری هستش که مربوط به نمایش متریال در ویوپورت هستش که با اون قبلا آشنا شدیم. مثلا میتونیم Enable Transparency رو فعال بکنیم تا متریال هایی که به صورت شفاف یا نیمه شفاف هستن مثل آب یا شیشه در ویوپورت به نمایش گذاشته بشه. و همینطور حالتهای مختلف شیدینگ یا سایه‌زنی متریال برای نمایش در ویوپورت رو داریم که میتونیم از اونها هم استفاده بکنیم. قسمت پایینتر هم مربوط به لایتینگ و شادوز هستش که با اونها هم آشنا شدیم.
ابزار بعدی هم XView هستش که در آموزش‌های قبلی یاد گرفتیم که به چه کاری میاد و چطور از اون استفاده بکنیم. ابزار بعدی هم ویوپورت بک‌گراند هستش که در آموزش‌های قبلی با اون آشنا شدیم و کلید میانبرش هم آلتو بی هستش که با زدن اون پنجره ویوپورتس کانفیگوریشن و تب بک‌گراند باز میشه. دوباره برمیگردیم به منوی ویوز. ابزار بعدی شو ترانسفورم گیزمو هستش که برای توضیح اون بهتره که یه آبجکت توی صحنه داشته باشیم، مثلا یک باکس ایجاد کنیم در این قسمت و همونطور که میبینید روی آبجکت یک سه‌پایه هست که محورهای مختصاتی رو به ما نمایش میده و میتونیم با فعال یا غیر فعال کردن شو ترانسفورم گیزمو نمایش آیکون اکسس تریپاد رو روی آبجکت فعال یا غیر فعال کنیم. ابزار بعدی شو گوستینگ هستش که یک حالت سایه‌وار یا شبحوار رو برای آبجکت ایجاد میکنه و در انیمیشن به کار میاد. این آبجکت رو پاک میکنیم، یک آبجکت کوچیک‌تر در این قسمت ایجاد میکنیم، اتوکی رو میزنیم، تایم اسلایدر رو به فریم 60 منتقل میکنیم و باکسمون رو از سمت چپ گریدا به سمت راست گرید منتقل میکنیم و در نهایت اتوکی رو غیر فعال میکنیم تا انیمیشن ما ساخته بشه. با جابجا کردن تایم اسلایدر میبینید که اون حالت روحوار یا سایه‌وار رو در پشت آبجکت در هنگام حرکت اون میتونیم ببینیم. البته تنظیمات سایه ها رو در همین آموزش و در جلوتر یاد خواهیم گرفت. برای اینکه ابزارهای بعدی رو بهتر درک کنیم، بهتره که یه چند تا آبجکت دیگه توی صحنه ایجاد بکنیم. ابزار بعدی شید سلکتد هستش که اگر این ابزار فعال باشه آبجکت هایی که انتخاب میشن در نماهای دو بعدی به صورت شیدد نمایش داده میشه و دیگه به صورت وایر فریم نیستن و همونطور که در نمای پرسپکتیو اونها رو میبینیم در نمای دو بعدی هم دیده میشن و با فعال کردن سلکت آبجکت اگر مثلا این قوری رو فعال بکنیم میبینید که در نماهای دو بعدی به صورت شیدد داره نمایش داده میشه و یا هر آبجکت دیگه ای رو که انتخاب بکنیم همین حالت رو در نماهای دو بعدی داره. همونطور که میبینید دیگه به حالت وایر فریم در نماها نمایش داده نمیشن. مثلا اگر دوباره این قوری رو انتخاب بکنیم میبینید که در نماهای دو بعدی به صورت شیدد داره نمایش داده میشه، یعنی همونطور که در نمای پرسپکتیو هست و دیگه به صورت وایر فریم نیست، ولی بقیه آبجکت ها به صورت وایر فریم داره نمایش داده میشه. دوباره برمیگردیم به منوی ویوز. ابزار بعدی شو دیپندنسیز هست که اگر این ابزار فعال باشه و مثلا از این قوری یک کپی داشته باشیم که از نوع اینستنس یا رفرنس باشه و اوکی رو بزنیم میبینید که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، ولی اگر یکی از اونها رو انتخاب بکنیم و به پنل مودیفای بریم میبینید که آبجکت هایی که به همدیگه وابسته هستند رو به صورت رنگ سرخابی نمایش میده. خب دوباره به منوی ویوز برمیگردیم، شو دیپندنسیز رو غیر فعال میکنیم و همینطور ابزار شید سلکتد رو هم غیر فعال میکنیم. در قسمت پایینتر آپدیت دورینگ اسپینر درگ رو داریم که اگه اون رو غیر فعال بکنیم قوری که کپی گرفته بودیم رو پاک میکنیم، قوری اصلی رو کلیک میکنیم تا انتخاب بشه، به قسمت مودیفای میریم و الان اگر در قسمت ردیوس با کلیک و درگ کردن روی اسپینر تغییراتی رو ایجاد بکنیم میبینید که هیچ تغییری رو توی ویوپورت روی آبجکت قوری خودمون نمیبینیم و تا زمانی که این اسپینر ما تموم نشه و دستمون از رو کلیک چپ موس بر نداریم تغییرات اعمال نمیشه. الان اگر دستم از رو کلیک چپ موس بر دارم میبینید که تغییرات اعمال شد، ولی اگر این ابزار رو فعالش بکنیم همزمان که داریم اسپینر درگ رو انجام میدیم تغییرات رو توی ویوپورت مشاهده میکنیم. در قسمت پایینتر ابزار پروگرسیو دیسپلی رو داریم که برای بهبود نمایش در ویوپورت میاد تغییراتی رو در کوالیتی یا کیفیت نمایش ایجاد میکنه. در آخر هم ابزار اکسپرت مود رو داریم و کسانی که بخوان فضای کاری بزرگتری داشته باشن میتونن از این مود استفاده بکنن، به این صورت که با فعال کردن این دستور تمام ابزارهایی که در اطراف ویوپورت ها هستن از حالت نمایش خارج میشن و فقط در قسمت پایین تایم اسلایدر و ترک ویو نمایش داده میشه و در قسمت بالا هم فقط منوبار نمایش داده میشه و به این صورت ویوپورت های بزرگتری داریم. دوباره کلیدای کنترل آلت ایکس رو میزنیم و از حالت اکسپرت مود خارج میشیم. حمایت شما بزرگترین انگیزه ماست. اگه این محتوا براتون مفید بود با یه لایک ساده و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید. یادتون نره زنگوله رو هم روشن کنید که همیشه در جریان جدیدترین آموزش‌ها باشید. ممنون که کنار ما هستید.
خب ابزارهای بعدی که مربوط به ویوپورتس هستن در منوی کاستومایز، اگر روی پریفرنس بزنیم پنجره پریفرنس سیتینگز باز میشه و در تب ویوپورتس ابزارهای مربوط به کنترل ویوپورت رو داریم و در این آموزش با یک سری از اونها آشنا میشیم و در آموزش‌های بعدی که مباحث بیشتری یاد گرفتیم برمیگردیم و با بقیه اونها آشنا میشیم. اولین ابزاری که در این تب میتونیم باهاش آشنا بشیم ابزار ماسک ویوپورت تو سیف ریجن هستش و مربوط به حالت سیف موده و باید اول حالت سیف مود رو فعال بکنیم، ولی قبلش ویوپورتمون رو ماکسیمایز میکنیم و بعد با شیفت و F حالت سیف مود رو فعال میکنیم. برای باز کردن پنجره پریفرنس سیتینگز میتونیم روی اسپینر اسنپ تاگل کلیک سمت راست بکنیم تا این پنجره باز بشه. دوباره وارد تب ویوپورتس میشیم. اگر گزینه ماسک ویوپورت تو سیف ریجن فعال باشه، فضاهایی که اطراف حالت سیف مود هستش رو به حالت سیاه یا ماسک شده در میاره و اگر اون رو غیر فعال کنیم و اوکی رو بزنیم، همونطور که میبینید فضاهای اطراف سیف مود رو ماسک یا سیاه نمیکنه و به نمایش میگذاره. یعنی اگر آبجکت هایی خارج از این محدوده باشند رو در بیرون کادر ما میتونیم ببینیم، ولی فراموش نکنید که موقع رندر گرفتن اون آبجکت هایی که خارج از این کادر هستن رندر گرفته نمیشن و این حالت که میبینید با غیر فعال کردن این گزینه آبجکت ها به نمایش در میاد، فقط یک حالت نمایشی توی ویوپورت هست. مثلا اگر این آبجکت ما در اینجا قرار داشت، اون قسمتی که خارج از کادر بود رو به ما نمایش میده، ولی اگر گزینه ماسک ویوپورت تو سیف ریجن رو فعال بکنیم و اوکی رو بزنیم، میبینید اون قسمتی از قوری که خارج از محدوده سیف مود هستش رو دیگه نمایش نمیده و ماسک میکنه. ابزار بعدی در تب ویوپورت دیسپلی ورد اکسس هستش که محورهای مختصات جهانی رو که در گوشه سمت چپ و پایین هر ویوپورت هستش رو به نمایش میگذاره که میتونیم اون رو غیر فعالش کنیم، اوکی رو بزنیم تا دیگه نمایشش نده و یا اگر خواستیم دوباره فعالش بکنیم، اوکی رو بزنیم تا به نمایش بگذاره. ابزارهای بعدی که در تب ویوپورت هستن قسمت گوستینگ هستش که مربوط به تنظیمات حالت روح یا سایه هستش که چند دقیقه پیش در حالت انیمیشن با اون آشنا شدیم و گزینه اول اون میتونه مشخص کنه چند تا فریم از انیمیشن ما به حالت گوست یا سایه در بیاد که به صورت پیشفرض و دیفالت روی 5 هستش. برای توضیح این قسمت بهتره کل آبجکت ها رو پاک بکنیم و یک آبجکت جدید رو توی صحنه ایجاد کنیم و یک انیمیشن جدید رو هم تولید بکنیم تا بتونیم با تمام گزینه‌های این قسمت بهتر آشنا بشیم. حالا که انیمیشن رو ایجاد کردیم، تایم اسلایدر رو به فریم 0 برمیگردونیم و حالا اگر تایم اسلایدر رو به سمت جلو حرکت بدیم، همونطور که میبینید 5 فریم به حالت گوست یا روح در میاد و میتونیم دوباره برگردیم به پنجره پریفرنس سیتینگز تب ویوپورت و تعداد اونها رو کم یا زیاد کنیم. مثلا اگر 5 تا رو تبدیل به 10 بکنیم و اوکی رو بزنیم، میبینید که تعداد فریم هایی که تبدیل به گوست یا روح شد به 10 افزایش پیدا کرد. دوباره برمیگردیم به پنجره پریفرنس سیتینگز تب ویوپورت. گزینه بعدی مشخص میکنه که بین هر گوست یا روح چند فریم فاصله باشه و اگر تعداد اونها رو بیشتر بکنیم فاصله بین گوست ها بیشتر میشه. مثلا اگر اون رو روی 5 قرار بدیم و اوکی رو بزنیم و حالا با جابجا کردن تایم اسلایدر به سمت جلو یا عقب میتونید ببینید که بین هر گوست یا روح 5 فریم فاصله هستش. دوباره برمیگردیم به پنجره پریفرنس سیتینگز تب ویوپورت. این دو قسمت بالا رو به حالت دیفالت یا پیشفرض خودش تغییر میدیم. در قسمت پایینتر Ghost Before Current Frame فعال هستش که باعث میشه گوست یا سایه ها قبل از فریم هایی که در حال اجرا یا پخش هستن نمایش داده بشه و این باعث میشه که سایه همیشه پشت سر آبجکت به نمایش در بیاد و حرکت بکنه. یعنی همین حالتی که با جابجایی تایم اسلایدر دارید میبینید و رنگ اون هم به صورت آبی کمرنگ یا فیروزه‌ای هستش. دوباره پنجره پریفرنس سیتینگز رو باز میکنیم، میریم به تب ویوپورت. گزینه بعدی Ghost After Current Frame هستش. در این حالت گوست ها یا روح ها در جلوی آبجکت نمایش داده میشه و آبجکت به دنبال روح ها حرکت میکنه و اگر تایم اسلایدر رو جابجا بکنی
میبینید که این اتفاق داره میفته و رنگ اون هم با رنگ زرد نمایش داده میشه. دوباره برمیگردیم به تب ویوپورتس. در حالت سوم Ghost Before and After رو داریم که در این حالت هم در پشت آبجکت هم در جلوی آبجکت اون حالتهای گست یا سایه و شبح رو میتونیم ببینیم. و حالا اگر تایم اسلایدر رو جابجا بکنیم میتونید هم در جلوی آبجکت هم در پشت آبجکت حالتهای گست رو ببینید که با رنگهای مشخصه خودشون هم نمایش داده میشن. دوباره پنجره Preference Settings رو باز میکنیم، تب Viewports. در قسمت پایینتر گزینه Ghost in Wireframe فعال هستش که حالت شبح یا روح ها رو به صورت وایرفریم نمایش میده، یعنی همین حالت سیمی که در تصویر دارید میبینید. ولی اگر این گزینه رو غیر فعال بکنیم و اوکی رو بزنیم، حالا اگر تایم اسلایدر رو جابجا بکنیم میبینید که دیگه به صورت وایرفریم یا سیمی نیست و حالت نمایش روح ها به حالت سایه زنی یا شیدر خود آبجکت نمایش داده میشه. دوباره برمیگردیم به پنجره Preference Settings. گزینه بعدی Show Frame Number هستش که شماره فرمی رو که روح یا گست داره بر روی اون فریم اجرا میشه رو به نمایش میگذاره. یک سری تغییرات رو توی قسمت بالا انجام میدیم و این گزینه رو فعال میکنیم و اوکی رو میزنیم. حالا اگر تایم اسلایدر رو به جلو حرکت بدیم، همونطور که میبینید یک سری شماره ها رو بر روی گست ها داره می نویسه و با جلو یا عقب بردن تایم اسلایدر این شماره ها تغییر پیدا میکنه. شاید حالت گست یا روح رو به حالت وایر فریم تغییر بدیم و اوکی رو بزنیم، این حالت بهتر دیده بشه. و حالا اگر تایم اسلایدر رو به سمت جلو حرکت بدیم، همونطور که میبینید یک سری از شماره ها رو روی گست ها یا روح ها داره می نویسه. یه مقدار زوم میکنم تا بهتر اون رو بتونیم ببینیم. و حالا اگر تایم اسلایدر رو به عقب و جلو ببریم، میبینید که این شماره ها دارن تغییر پیدا میکنن. یکم به عقب برمیگردم، تایم اسلایدر رو هم روی 0 قرار میدیم و دوباره برمیگردیم به پنجره Preference Settings و تب Viewport. قسمت بعدی Selection Preview Highlights هستش که مربوط به حالتهای مختلف هایلایت هستش برای بخشای پیشنمایش و انتخاب آبجکت ها. برای توضیح بهتر این قسمت دو تا چک باکس آوتلاین رو غیر فعال میکنیم. قسمت بالا Show Frame Numbers رو هم غیر فعال میکنیم، اوکی رو میزنیم. آبجکت قبلی رو پاک میکنیم و بعد به صورت رندوم چند تا آبجکت مختلف توی صحنه ایجاد میکنیم. حالا اگر سلکت آبجکت رو فعال کنیم و بخوایم آبجکتی رو انتخاب بکنیم، میبینید که هیچ هایلایتی رو برای پیشنمایش یا پریویو اون به ما نمایش نمیده. ولی اگر برگردیم به پنجره Preference Settings تب Viewports و در قسمت پریویو اوورلی رو فعال کنیم و اوکی رو بزنیم، میبینید که وقتی موس ما روی یک آبجکت قرار میگیره، یک حالت هایلایت یا درخشندگی روی اون قرار میگیره که به ما نشون میده که قراره چه آبجکتی رو انتخاب بکنیم و در اصل یک پیشنمایش از انتخاب آبجکت رو به ما نشون میده. و حالا اگر دوباره برگردیم به پنجره Preference Settings و این بار اوورلی رو غیر فعال بکنیم و آوتلاین رو فعال بکنیم و اوکی رو بزنیم و حالا اگر موس رو روی آبجکت ببریم، میبینید که خط بیرونی آوتلاین اون رو به رنگ زرد برای ما به صورت پیشنمایش یا پریویو نمایش میده و مشخص میشه که قرار کدوم آبجکت رو انتخاب بکنیم. دوباره برمیگردیم به پنجره Preference Settings، قسمت آوتلاین پریویو رو غیر فعال میکنیم و در قسمت سلکشن اوورلی رو فعال میکنیم و اوکی رو میزنیم. حالا اگر آبجکت باکس رو انتخاب بکنیم، همونطور که میبینید هایلایتی رو روی آبجکت قرار داد که نشون میده این آبجکت انتخاب شده. و اگر اسفیر رو انتخاب کنیم، این هایلایت روی اسفیر به نمایش گذاشته میشه، یا اگر باکس بعدی رو انتخاب کنیم به همین صورت، و یا هر آبجکت دیگه ای رو که انتخاب کنیم این هایلایت روی اون به نمایش گذاشته میشه. حالا اگر دوباره برگردیم به پنجره Preference Settings و این بار اوورلی رو خاموش بکنیم و آوتلاین رو روشن بکنیم و اوکی رو بزنیم، میبینید که آبجکت هایی که انتخاب شدن خط بیرونی آوتلاین اونها به رنگ فیروزه‌ای یا آبی کمرنگ در اومده و به همین شکل هر آبجکت دیگه ای رو که انتخاب بکنیم، همونطور که میبینید خط بیرونی یا آوتلاین اون به رنگ آبی فیروزه‌ای در میاد. و معمولا من این دو بخش رو هر دو رو به روی آوتلاین قرار میدم که به صورت پیشفرض برای پیشنمایش یا پریویو خط آوتلاین زرد رو به من نمایش میده و وقتی انتخابش کردم خط آوتلاین فیروزه‌ای رو به من نمایش. دوباره برمیگردیم به پنجره Preference Settings تب Viewports
در قسمت آخر دیسپلی درایورز رو داریم که برای نمایش گرافیکی در ویوپورت حالت‌ها یا مودهای مختلفی رو داره که بسته به کارت گرافیکمون میتونیم یکی از این مودها رو انتخاب بکنیم که با کلیک روی Choose Drivers میتونیم این مودها یا حالت‌ها رو ببینیم و اونها رو انتخاب بکنیم. مثلا اگر الان مود نیتروس دایرکت 3D 11 رو انتخاب بکنیم و اوکی رو بزنیم، در پنجره جدیدی که باز میشه میبینید که نوشته دیسپلی درایور تغییر پیدا کرده و در استارت یا شروع بعدی 3D Max اعمال میشه. یعنی یک بار باید برنامه 3D Max بسته بشه و در باز شدن دوباره یا استارت دوباره اون این تغییرات اعمال میشه. این پنجره ها رو اوکی میکنیم و اونها رو میبندیم، بعد برنامه 3D Max رو میبندیم و دوباره اون رو استارت میکنیم تا تغییرات اعمال بشن. اگر دیدید در استارت بعدی 3D Max خطای دیسپلی درایور رو داره میگیره و وارد 3D Max نمیشه، نگران نباشید. وارد قسمت استارت ویندوز بشید، بیاید به قسمت اتودسک و در قسمت پایینتر Change Graphic Mode رو انتخاب بکنید و هنگام اجرای 3D Max پنجره Display Drive Selection برای شما باز میشه و شما میتونید در اینجا دیسپلی درایو مورد نظر خودتون رو که با کارت گرافیک شما مچ هستش و مشکلی نداره انتخاب بکنید تا 3D Max شما به راحتی اجرا بشه. خب این آموزش رو در همینجا به پایان میرسونم. همیشه گفتم، باز هم میگم، بچه‌ها تمرین یادتون نره. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود.